در خدمت آقای مرواقی عزیز هستیم که آقا نمی‌خوام دیگه. آقا خیلی خوش آمدید. بله من تا گردن شما رو نشکوندم. من سلام علیک عرض کنم خدمتتون و خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور دارم. متشکرم که من دعوت کردید. راضی هستید از وضعیتتون؟ بله من همیشه خودم و تیمم راضیم. تیمتون این چند وقت خیلی باخت داشته، یه توضیح بدید. ببین بازی رو ما کردیم در اصل، برد اونا به دست آوردن، بخاطر که دو تا فاکتور خیلی مهم استفاده کردن. یکی اینکه کمک‌های مخفی و اینجور چیزا، دوم هم که تقلب. این بحث تقلب که شما میگید یه کمی تهمت خیلی بزرگ اگه نقدی ثابتش کنید بعد تمام بشه. قبول ثابت میکنم چون من تقلبا رو پیدا کردم. ببین این تقلب رو نگاه کن، این از تو گرم کنه بازیکنشون فورواردشون در آوردن، این تو شلوار مربیشون در آوردن. چجوری؟ اینم نگاه کن خیسه، اینم پیدا کردم. این تقلب خیلی بدی هم. کجا بوده؟ این تو قمقمه آب دروازه‌بانشون. من خودکار شما میشه بردار. بعد یه چیز خیلی مهمه دیگه هم پیدا کردم، اینه در آبدارخونه رو ببند باد میاد. اینم از تو جوراب آبدارچیشون پیدا کردم. همه پر تقلب. پس فرق شده. من یادم کجا پیدا کردیم؟ میگم دیگه از همه جا دیگه نپرسید. خیسان نه از قمقمه، نه گفتم نه از قمقمه آب بازیکنشون پیدا کردم، برای همین خیسه. خب در این بعد صحبت خواهیم کرد. این مثل بحث که هستش که شما بازیکنت وقتی گل میزنه شما چرا اخراجش میکنید؟ چرا باش دعوا آب مداری پرت که تو صورتش؟ چرا نکنم؟ شما ببین من امکان داره این بازیکن بی‌ادبی که گل زد به تیم سابق من، امکان داره من برگردم به این تیم، بعد این هوادارا این دوستان دیگه روبرو من وای نمیسن، من بعد دیگه قبول دارم. شما این همه تعصب و جسارت غیر حرفه‌ای نیست. اخلاق دو شما الان مخصوص اون تیم هستی، باید برای بازیکن احترام قائل بشید. دیگه دست خودم نیست، من اینجوری هم من تعصب دارم به این تیم، تعصب دارم به پیرهنش، تعصب دارم به شورتش، تعصب دارم به کت شلوارش، به همین چیزش تعصب دارم و من نمیتونم. ببین من عاشق این تیم تعصب دارم. برای تصاویر کاملا گویا هست. کمی مطمئن بشه اگر نیست این همه تعصب واقعا ستودنی هستش. من واقعا میگم امیدوارم که شما هم بتونید برگردید به تیم محبوبتون. ما دعا میکنیم دیگه. حالا خسته شد. آقا برنامه زده ما رو آتاره. آقا یه بخوام. نه من حالا ببین من تعصب دارم، اصلا امکان نداره. آقا چیز قشنگ کنم. جدی؟ ببخشید من همین الان بهم یه پیشنهاد خیلی خوبی شد، پول مهمتر از تعصب. به هر حال من معذرت میخوام، باید برم یه تیم دیگه قرارداد.